روز پایانی فصل، جایی که اتفاقات متفاوتی تا حالا تو ادوار مختلف برای داماش افتاده توی روز پایانی فصل، چه صعود باشه، چه سقوط باشه، چه ناداوری محض باشه و بعضی اوقات هم فقط خوشحالی از بابت موندن. و متاسفانه برای دومین فصل پیاپی توی برهه‌ای قرار داریم که تنها موضوعی که مربوط به ما میشه اینه که موندیم. اونم نه اینکه حالا ما خیلی کار شاقی کرده باشیم که مونده باشیم، برای اون رقیبایی که باید میموندن باختن و ما داریم یه فصل بی ثمر دیگر رو در واقع سپری میکنیم، فصلی که هیچ دستاوردی ازش نداشتیم. با اون آغازش، با اون نوع تیم بستن عجیب غریب، بازیکنایی که نیم فصل جدا شدن و دوباره روند نیم فصل دوم که شبیه فصل گذشته بوده و فقط موندیم. همین. متاسفانه آدمایی که دور و بر تیم رو گرفتن برای اینکه بچه خودشون خوب نشون بدن، جوری دارن وانمود میکنن که انگار این برای داماش کافیه. اینطور با خفت موندن توی لیگ برای داماش کافیه و بذارین یه خبری بهتون بدم، نیست. هیچکی خوشحال نیست، هیچکی راضی نیست. توی نیم فصل بود همین صحبت رو داخل یکی از همین ولاگا داشتم، توی قبل از شروعش گفته بودم داماش این فصل واسه ما غریبه ترین داماش تمامی ادوار بوده. این غریبه ترین داماش ادوار لزوما به معنی این که حتما بازیکن غیر بومی داشتیم نیست، نه اصلا ربطی زیاد به غیر بومی و بومی ندارم، یه بخشیشه. این که در واقع داماش از اون چیزی که بوده، از تیمی که بوده، از هویتی که داشته غریبه شده. ما چرا باید به اون جایگاه برسیم که فکر کنیم کار شاقی کردیم که تو لیگ یک موندیم؟ در واقع داماش هم به یک نقطه برای رفیق بازی و رزومه سازی و فامیل بازی و همین چیزا تبدیل شد. هیچ کدوم از اینا هم متاسفانه دستاوردی برای تیم نداشته که اگه داشت، تنها دستاورد این فصل اون موندن تو لیگ یک نبود. البته اگه این رو بتونی اسمشو دستاورد بذاریم بیشتر فوشه. در واقع ما داریم یه فصل بی ثمر دیگر رو سپری میکنیم و هیچ کار مثبتی نکردیم و همچنان باز بگیم شاید فصل بعد، در حالی که خودمونم میدونیم با این منوال هیچ فصل بعدی قرار نیست فصل بعد بهتری باشه و ما داریم خودمون رو گول میزنیم. اما برای یک تغییر مثبت بعضی اوقات نیازه که یه سری چیزها رو قربانی کنیم. برسیم به آخرین بازی فصل. در مورد این چیزها میشه بعداً فکر کرد. مهم اینه که این بازی بهش گند زده نشه به دلایل چه حالا فوتبالی چه غیر فوتبالی. ببینیم حداقل میتونیم فصل رو خوب تموم کنیم. بریم.
بازی آخر فصل دیگه، حالا دیگه از این داستانا نداریم تا حداقل فکر کنم 3 ماه دیگه، مگر اینکه سر تمرین چیزی بکنیم. تمرین امیدوارم تمرینات هم زودتر شروع بشه. آره نذارم دوباره هول هولک بشه، داستان بشه. آره داستان داریم با این تیم. بیا من دارم اینکم شکست رو باید به زودی عوض کنم. اینجا چی کار میکنین ره؟ لیورپول سوراخ. تماشاگرها دارن سعی میکنن از روی فنس بیان بالا. خب من بازار رسم مصاحبه بگیرم. خب حالا جفتمون اصلا مصاحبه میگیریم چه کاری؟ اول ببین خب بخوای به لحاظ گذشته و اینا نگاه بکنی، ما خیلی اوقات مثلا پستایی که میذاریم، مثلا حرفایی که در مورد داماش و این چیزا میزنیم، مثلا میگیم در فلان تاریخ ما فلان تیمو بردیم، مثلا اون بردا رو داشتیم، اون نتایج رو داشتیم، اون فینالا و اینا رو رفتیم. ما مثلا بخوایم حرف چیزای خوب بزنیم از گذشته میگیم. خب اگه اونو بخوایم بگیم باید اینم بگیم که حداقل ما زمانی که اگه از لیگ برتر هم میافتادیم توی لیگ یک همیشه یا یه فصل صعود می‌کردیم یا حداقل تو پلی آف صعودش بودیم. غیر از اینه ما همیشه تیم توی لیگ یک مدعی و تیمی نیستیم که بخوایم مثلا الان هر سال توی لیگ یک با 1000 جور دردسر بمونیم، بعد تازه حالا بیان احساس بکنن یه دستاورد بزرگی از حالا جشن و دست و این چیزا هم بیان بزنن، حالا مثلا انگار اتفاق بزرگی افتاده. ما باید به اون سطحی که بودیم برگردیم. سطحی که بودیم هم بخوایم برگردیم این نیست که فقط با 1000 جور تلاش توی لیگ یک بمونیم. باید در حد و اندازه داماش برای این تیم هزینه بشه تا این تیم به اون جایگاه واقعی خودش برسه. جایگاه واقعی داماش 15ام لیگ یک برای 2 فصل پیاپی نیست. به بازی آخر رسیدیم، حالا با هر حرف و حدیثی هر چیزی موندیم، ولی ببین با توجه به اتفاقاتی که همیشه برای داماش افتاده به نظر ما باید این بازی هم ببریم. آره 33 هفته هوادار استرس، فصل‌های قبلش استرس، قبل فصل استرس، تنها بازی بدون استرسمونه که اونم یه جور دیگه استرس وارد می‌کنم و از طرف دیگه هم یه استرس دیگه هم داریم که واسه فصل بعد. فصل بعد که فصل بعد سخت‌تر از این فصلیه که داخلش بودیم. 2 فصل 15ام میشی، لحظه آخری میمونی. فصل بعد دیگه شاید این خبر نباشه. یک بار جستی ملخک مثل خیلی از تیمایی که 2-3 سال همینطوری موندن بعد سقوط کردن. امیدوارم مالک، وزیر ورزش و مسئولین این شهر یه تنها نماینده استان گیلان داخل لیگ یک و تنها تیم با پسوند گیلان. امیدوارم که این تیمو سال بعد انتظار صعود هم نداریم، چون نه زیر ساخت داریم نه استادیوم. تیم خوبی داشت. تیمی که اصطلاح پرسپولیس اینجا میبرد در حد اون تیم باشیم، تیم با شخصیت باشیم، بین رتبه صعود نخواستیم 5م تا 10م حداقل کمتر این چیزش. سلام چاکرم. امیدوارم اینطوری اتفاق بیفته دیگه. ما الان دیگه 13-14 سالی فکر کنم امیدواریم. 13-14 سالی داریم میگیم برمیگردیم. میگیم سال بعد. السلام باشی. بازم تکرار میکنم که لیورپول سوراخ. رسیدیم به ایستگاه آخر فصل و مطابق فصل گذشته بازم بازی آخرمون داخل خونه است. با شهرداری نوشهر بازی میکنیم، تیمی که امسال اومد لیگ یک. بازی رفت در واقع فاجعه ترین بازی فصلمون بود، با اون نتیجه خیلی بد باختیم. دوستان اصلا در موردش حرف بزنم. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که این بازی جبران کنیم. درست حالا به لحاظ جدولی تأثیری آنچنان نداره، ولی باز خب ما به هر حال فصل رو با برد تموم کنیم، با سربلندی تموم کنیم بعد فصل خیلی بدی که داشتیم، فصلی که بهتر فراموشش کنیم.
بهترین کار اینه که این بازی رو ببریم. حالا سر کارم باشه. این چیکار کردی با خودت؟ چیه؟ وقتی توی این موقعیت اقتصادی چه وضعشه؟ من بعد 6 ماه رفتم سر کار انتظار شکست دیگه به یک انگشتو شکوند و پین با همین حال اومده بازی جراحی رو. بشه و مثل اینکه 10 تومانی رفته تو پاچه. شاعر میفرماید که اگر تو دیوانگی ما به خودمان مربوط است. 10 تومن هم مصداق نمیدونم کجا ایشونه. بیارم. یه گلدیزم کن علی بر من 10 تا جور کن با پیم بزنم. گل هست. الو مفصلم از یعنی استخوان از مفصل جدا شد و کجم شد. چرا اینقدر عامل دیگه نمیذاره. برسیم سرحال برسیم آقا. بزنم به دور رفت بازی که بازی خوبی نبود. باختیم بازی رو بچه‌ها باید جبران کنیم. رفتار خوبی با ما تو ورزشگاهشون نکردن. باید امتیاز بازی رو بگیریم. بازی آخر من الان تو زمینم بهتون گفتم بچه‌ها تو زمین خودمون هوادار انتظار داره. هم فوتبال زیبایی بازی کنیم هم امتیاز بازی. ان شاءالله. بچه‌ها دست کم نگیریم. بازی آخر با تمام وجودمون بریم امتیاز بگیریم. چی میخوای بذاری؟ درود به آخرین بازی ما هم بر ترتیب درس شروع شده. آخرین تشویق‌های این فصل هم بگیریم که حالا قرار است چیزا بگیریم. الله ولی باید هر شب یونان بیاریم. این ور یه صحنه اساس داور پنالتی نگرفت، اون ور برای نوشهر پنالتی گرفت. زایه است بخوام حالا تو این بازی آخر هم عقب بیفتیم. با دروازه ما چیکار داریم؟ گل اول و شهرداری نوشهر از روی پنالتی زد. فعلا یکی جلو و گل دوم برای شهرداری نوشهر. خب از اونی که فکر می‌کردیم بدتر داره پیش میره. از اونی که فکر می‌کردیم بدتر داره پیش میره. شانس آوردیم. موندنمون به این بازی بستگی نداره. یعنی دیگه ترکیده بودیم. ندارید؟ چرا امروز اومدین ورزش کنید؟ واقعا چرا؟ چرا امروز اومدین ورزش کنید؟
زبان نوشهر چرا خودشو میندازه در مقابل حالا یه سری از شعرها مقاومت میکنه؟ چرا؟ چون که آدم بسیار صبوریه. خالکوبی گر صبر. بخاطر همین معطل میکنه بازی رو، کند میکنه، خودشو میندازه. خیلی صبور. پنالتی برای داماش. اینقدر تو این چند وقت ما بدشانسی آوردیم تو پنالتی داغون بودیم که میترسن این پنالتی هم خراب کنیم. حجاد قلیبیگی پشت توپ. عرض نکردم. نیمه اول 2-1 به سود نیمه اول 2-1 به سود شهرداری نوشهر به اتمام رسید. چه وضع شاخو بده؟ نمیدونم به پایان این دفتر رسیدیم و بالاخره بهم بگو در پایان این فصل حالا وضعیت شهران چجوریه؟ بریم بررسی. با هم بپایم. این چمنی که میبینید غلط به درد چرای گوسفندام. خب ما روش بازی میکنیم. کسکم ای شکوه پا بر جا. نیمه دوم داره کم کم چه میشه بازیکن‌ها دارن میان داخل. به شدت سرم درد میکنه، سر و چشم. فشاری که تو نیمه اول مواجه شدن دیگه خودم نمیدونم تا کی قراره به این روال ادامه بدم. والا به سرم بزنه یهو میبینی بازنشست میشم دیگه نمیام اصلا راحت. پوپو برمیگردیم به بازی. خواهیم دید. مرسی از پیش بینی بینشگرایان. وای! برا کورنل آخو آیدا پیرنو کشید آقا. آقای داماد پنالتی برای سند. وای آریو تیمو میشه بیرون. کورنل سودگان بسه دیگه. گل این ور آریو بام اسلامشهر یه پنالتی به ضدش گرفته شده. نفت میخواد گل. آریو حکم اسکامو. آریو بام، آریو توشک. بستنی میهن در گرمای آبادان. گل. به بیرون میزنه. وای طالبی ریدی. مادی بوده که بگه بره چی؟ بچه ها رسوا کردن. و پایان این فصل مزخرف با یه شکست قطری 2-1 شهرداری نوشهر این فصل تموم شد. این ور ما داریم حرص نتیجه رو باخت و اینا رو میخوریم. این ور یه سری فقط دنبال اینن که بازیکن رو دور کنن یه پیرن بگیرن. شهر راست همینجوری به یک شهر راست بنشیش بود. سکانس آخر اون سکانسی نبود که فکرشو میکردیم. یه ویژگی که آدم باید داشته باشه اینه که موقعی هم که نتیجه نمیگیره خودشو پشت چیزی مخفی نکنه. میدونیم که باختین و خیلی هم بازی نچندان دلچسبی انجام دادین، اما
توی بازی آخر بی سر صدا رختکن رفتن و بعد کمک مربی رو به کنفرانس فرستادن به چه جالبی نداره. قرار نیست از همدیگه فرار بکنیم، چون به هر حال ممکنه که یک بار دیگه یک جای دیگه بازم با هم رو در رو بشیم. حتی این زحمت هم به خودتون ندادین که بعد بازی برین سمت هوادارا و ازشون تشکر بکنین، اونم با عمل کرده خیلی بدی که تو این فصل داشتین و باید تو این بازی آخر حسابی باید از خجالتتون در می اومدم، ولی بازم تشویقتون کردم علیرغم بازی افتضاحی که انجام دادین. و مطمئن باشین یادمون میمونه، مطمئن باشین. و به جاش صحنه‌ای می‌دیدیم این بود که بچه‌هایی دارن روی چمن بارفیکس میزنن. این صحنه پایانی یک فصل بود، فصلی که مشخص بود از روز اولش که هیچی سر جاش نبود و باید هم همچین فصلی به این شکل و با این تصویرات تمام بشه. اون چیزی که مشخصه اینه که یه سری روی کرده باید عوض بشه و پیرو همین ما خیلی زود با هم دیگه دوباره صحبت. اما در حال حاضر دیگه فصل تموم شده، فعلا تا 2-3 ماه فوتبالی نداریم، تا 2-3 ماه بازی از داماش نمیبینیم، اما اینو میدونیم که روی کردمون عوض میشه.